شاید بعد از 60 سال جام دوباره به خونه برگرده. عملکرد فوق‌العاده سه شیرها و برد 4-2 شون مقابل کرواسی بهترین شروع ممکن برای انگلیس توماس توخل توی جام جهانی 2026 بود. میشه گفت انگلیس در اکثر دقایق بازی نبض بازی رو در اختیار خودش داشت. ابتدا به این صورت نبود و کرواسی بیشتر داشت حمله میکرد تا اینکه بالاخره انگلیس تونست به بازی مسلط بشه و با بی‌احتیاطی مودریچ و خطا روی نونی مادوئه که پنالتی برای انگلیس به دست اومد و البته از واکنش خوب لیواکوویچ نمیشه گذشت. اما خب به هر حال خطایی بود که رخ داد و رو تکرار مجدد هری کین تونست گل اول رو بزنه برای انگلیس. بعد از اون کرواسی فشارش رو بیشتر کرد، بیشتر حمله کرد تا بالاخره توسط باسورینا تونست گل مساوی رو بزنه، در حالی که انگلیسی ها میتونستن از خوردن این گل جلوگیری کنن و عملکرد بهتری رو توی خط دفاعشون به نمایش بذارن. اما گل دوم فکر میکنم یکی از گل زیبایی که بود که انگلیسی ها به ثمر رسوندن، به خصوص اینکه بین اون همه بازیکنی که بودن تو محوطه جریمه هری کین تونست به راحتی بلند شه و ضربه سرش رو بزنه بدون اینکه بازیکنی از کرواسی اونو مارک کرده باشه. گل زیبایی بود که ثمر رسید، اما باز هم اشتباه خط دفاعی انگلیس و تزلزل و ناهماهنگی بین بازیکناشون باعث شد که گل دوم یه گل تاکتیکی فوق‌العاده باشه برای کرواسی و شاگردان دالیش توسط موسا کارو به تساوی بکشونن. اما توی نیمه دوم تو اکثر دقایق بازی اون ممنتوم بازی در دستان انگلیسی‌ها بود و بلافاصله بعد از شروع بازی بلینگام روی فرار خیلی خوب تونست از زاویه‌ای که بسته بود و شاید زدن ضربه خیلی سخت حساب می اومد گل سوم رو بزنه و در نهایت هم مارکوس رشفورد به عنوان یار جانشین آنتونی گوردون گل چهارم رو برای سه شیرها به ثمر رسوند. عملکرد فوق‌العاده تیم ملی انگلیس زیر نظر توماس توخل، عمل کردی که توی دوران گرت ساوتگیت کمتر میدیدیم از سه شیرها و اون خیلی اون فوتبال روان و پویا رو بازی نمیکردن، به خصوص الان که این خط حمله بسیار زهرداره و از همین بازی اول خط نشون رو کشیده برای تیم‌های دیگه. خیلی عملکرد فوق‌العاده‌ای بود و کمتر میدیدیم یه همچین عملکردی رو توی جام جهانی 2022 یا 2018 که اون زمان تیم زیر نظر گرت ساوتگیت هدایت میشد. عملکرد فوق‌العاده‌شون تو خط حمله و همچنین خط هافک خوبشون، الیوت اندرسون به عنوان اولین بازیش تو این تورنمنت مهم تونست به خوبی عملکرد خودش نشون بده و ثابت کرد چرا ناتینگام یه قیمت بالای 100 میلیون یورو رو برای فروش این بازیکن خواست داره و ارزش‌های خودش رو توی این تورنمنت بزرگ نشون داد. اما نمیشه از خوبی‌ها و قدرت خط حمله انگلیس گفت و به ضعف خط دفاعشون اشاره نکرد. ضعفی که بالاخره گریبانشون رو گرفت و توی سایت‌هایی که من می‌دیدم تو فوتموو و سوفا اسکور نمره بالای 7 هیچ کدومشون نگرفتن، نه پیکفورد نه 4 تا بازیکنشون تو خط دفاع. این نشون میده که باید دفاع خودشون رو تقویت کنه گرت ساوتگیت، توماس توخل. به هر حال دو تا صحنه که میشد به راحتی از خوردن گل جلوگیری کرد، به خصوص گل دوم که اون پاس رو به عقب بازیکن کرواسی با ضربه سر و توپ کاش برای پتر موسا میشد به راحتی از اون گل جلوگیری کرد برای مثال. اما تزلزل و اون ناهماهنگی توی خط دفاع باعث شد که این گل به راحتی هرچه تمامتر به ثمر برسه. هری کین به شدت تاثیرگذار بود تو این بازی با دو گلی که زد. بهترین گلزن انگلیس توی جام جهانی شد و رکورد گری لینکر رو شکست و می‌دیدیم که خیلی خوب تو همون کاری که همیشه تو بایرن ونسون کمپانی انجام میده، میاد عقب توپگیری میکنه، فضا سازی میکنه برای وینگرهای خودش، کاری که هیچ کس غیر از هری کین نمیتونه تو این پست انجام بده، نه اولی واتکینز نه ایوان تونی و هیچ کس دیگه ای همچین کارهایی مثل هری کین تو این ترکیب نداره. این وابستگی انگلیس توماس توخیل رو به هری کین نشون میده، اما خب فعلا که هری کین هست میتونن از این نعمت
بهره‌مند بشن. از اون طرف کرواسی نشون داد که تو ادامه مسابقات لازمه که عملکرد خط دفاع خودش رو تقویت کنه. فکر میکنم فقط لیواکوویچ تونست این خط دفاع رو نگه داره و از خوردن گلای بیشتر جلوگیری کنه. آمار رو من نگاه میکردم، چیزی نزدیک 22 شوت سمت دروازه زده شد که 11 تا اونا در چارچوب دروازه بود و 4 تاش هم گل شد توسط انگلیسی‌ها و عملکرد خوبی رو داشت لیواکوویچ، اما این خط دفاع باعث شد که ضعف بیشتری نمایان بشه تو تیم زلاتکو دالیچ و اگر میخوان حرف برای گفتن داشته باشن تو این جام و بخوان عملکردشون توی دو دوره گذشته دوباره تکرار کنن، باید این ضعف رو به تقویت کنن، به خصوص اینکه خط حملهشون عملکرد خوبی داشت. پتر موسا، باتورونا و سوسیچ عملکرد خوبی داشتن. ایوان پریشیچ اونجا تونست پاس گل بده و به هر حال نشون میده که عملکرد خط حمله کرواسی به نسبت به خط هافک و دفاعشون بهتر بوده. اما در یک شب تاریخی برای فوتبال آفریقا، کنگو تونست اولین امتیازش رو توی مسابقات جام جهانی در برابر پرتغال کسب کنه. تو بازی که اونا تو دقایقی از بازی فرصت اینو داشتن که پیش بیفتن و پیروز این بازی بشن، اما به هر حال بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید. نبض بازی در اختیار بازیکن‌های پرتغال بود و 75% مالکیت توپو در اختیار داشتن، اما ضعف اصلیشون توی ایجاد موقعیت و خلق اون و همچنین تمام کنندگیشون بود که واقعا میشه گفت رونالدو تو اون پست نتونست خوب بازی کنه و تو اون دوتا موقعیتی هم که گیرش اومد، موقعیتایی بود که یه مقدار شاید فضا اونقدری براش مهیا نبود که بخواد کاری غیر از اون ضربه تک ضربه انجام بده، ولی خب میتونستن دقت بیشتری بکنن پرتغالیا تو زدن ضربات آخر و همچنین دادن پاسهای آخر، چیزی که توی آخرین دقایق بازی خیلی نمایان میشد که هافکاشون پاسهای اشتباهی میدادن و همین باعث میشد که کنگو از بازیکنایی که داره تو خط حمله مثل یوان ویسا استفاده کنه و سریعتر ضد حمله بزنه. گل ژائو نوس فکر میکنم فقط نقطه عطف این بازی بود برای پرتغال، به جز اون عملکرد واقعا قابل تعریفی نداشتن. گلی که دریافت کردن و گلی که یوان ویسا زد، گلی بود که به راحتی میشد ازش جلوگیری کرد. بین اون همه بازیکن پرتغال پا میشه و ضربه سرشو بدون هیچ گونه مزاحمتی میزنه یوان ویسا و این ضعف خط دفاعی پرتغال رو نشون میده. شاید ویگان میتونست جایگزین بهتری داشته باشه تو اون پست و کسی باشه که عملکرد بهتری رو نسبت بهش ببینیم. میم خط حمله ضعف داشت. پدرونتو، رونالدو و لیاو خیلی نتونستن تو اون پست خوب کار کنن. کنسیسا نتونست اونچنانی که باید و شاید خودشون نشون بده و اگر پرتغال میخواد یکی از مدعیهای اصلی قهرمانی باقی بمونه، باید روی این مسائل کار کنه. تیمی است که به نظرم برای شروع حداقلش خوب بود که دیگه غافلگیری از این بیشتر نشد که بخوام بازی رو واگذار کنن. تو بازی که شوتای در چارچوب کنگو بیشتر از اونا بود. کنگو 8 تا شوت زد، پرتغال 7 تا و 2 تا از این شوت‌های کنگو تو چارچوب بود در برابر یه شوت پرتغال که همون شوت هم گل شد. این نشون میده که باید روی موقعیت سازی، خلق موقعیت و همچنین زدن ضربات آخر دقت بیشتری داشته باشن و نمیتونن در برابر یه تیمی مثل کلمبیا بخوان این ریسک رو داشته باشن که فقط با مالکیت توپ بخوان پیش برن و نخوان موقعیت جدی رو ایجاد کنن، به خصوص اینکه تیم زهرداری نشون داد کلمبیا و با استفاده از لوئیس دیاز و توانمندی‌ها تو خط حمله تونست ازبکستان رو 3-1 ببره. به هر حال روبرتو مارتینز همونطوری گفتم اگر قرار تیمش رو به عنوان یک مدعی توی این جام اثبات کنه، باید تو دو تا بازی آینده خودی نشون بده، به خصوص اینکه تو بازی حذفی قطعا مشکلات جدی‌تر از این هم میتونه برای پرتغالیا پیش بیاد. خب نظر شما در مورد این دوتا بازی چیه؟ به نظرتون پرتغال چه ضعفایی رو باید جبران کنه تو دوتا بازی آینده خودش و آیا انگلیس با عملکرد درخشانش تو بازی اول گروهی اینو نشون داد که مدعی اصلی قهرمانی تو این جامه یا نه؟ حتما نظراتتون رو تو کامنت ها با من در میون بذارید. اگر خوشتون اومد از این ویدیو لایک فراموش نشه، چنل هم سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی دیگه بدرود.